دوشنبه شب 6 مرداد ماه 1404. این شرایط زندگی بنده خدا. کولرشون که چند مرحله براشون پیگیری کرده، کولرشون خرابه. با این پنکه تو این گرما الان واقعا باد پنکه آتیشه، چون واقعا گرمه. اینم کولرشون، این اجاق گازشونه. تو این وضعیت داغونه بنده خدا. این خانواده بنده خدا یخچال ندارن و یه پسر و کرولال دارن زندگی میکنن. اینجوری آب و میذارن سرد بشه که استفاده کنن. چند سال یخچال خرابه؟ چند سال خرابه؟ چند سال خرابه؟ 2 سال. 2 سال این حاج خانم که با پسر کرولالش. واقعا الان تو این خونه از گرما نمیشه وایستی. این بنده خدا با این باد داغ پنکه دارن زندگی میکنن، با این آبی که اینجا گذاشتن تو این شرایط سرد بشه.